چطوری به یه لول خیلی خوب تو مکالمه برسیم. بچه‌ها بهترین روش اینه که طبق متد یه استاد پیش برین، یعنی یه متد تدریس رو در بر بگیرین و پیش برین. این بهترین حالتشه. و تکنیکایی که گفته میشه اینا همش مکمله، یعنی کنارشه که میتونه خیلی سرعت بده به اون یادگیریه. مثلا یه مسیری که شما قراره توی 2 سال برین تو 1 سال برین، توی 1 سال قراره برین تو 6 ماه برین، اون سرعت رو خیلی کمتر میکنه. حالا این تکنیکا چیه؟ یه سری چیزا مثل پادکست گوش دادن، فیلم و سریال دیدن. اما این فیلم و سریالی که میگن خیلی فیدبک خوبی ازش میگیرین، ولی نه برای کسایی که خیلی مبتدیان و اصلا هیچی نمیدونن میخوان از صفر شروع کنن، نه، برای اونا مثلا دلشون هم شاید بزنه یادگیری رو. ولی برای افرادی که متوسطن، یه سری چیزایی میدونن از زبان انگلیسی، خیلی تاثیرگذاره. یعنی من خودم دوستی داشتم که کلاس نرفته، یه سری چیزا از بیس و پایه میدونسته، انقدر فیلم و سریال دیده، الان لول خوبی داره توی زبان انگلیسی، راحت میتونه ارتباط برقرار کنه، کارهای روزمره‌اش رو انجام بده. به هر حال خیلی تاثیر مثبتی داشته و فیدبک خیلی خوبی گرفته. این هم در نظر داشته باشین، ما برای اینکه یه اسپیکر خوبی باشیم، کسی باشیم که راحت بتونیم اسپیکینگ بکنیم، باید یه لیسنر خوب باشیم. یعنی باید انقدر این مهارت لیسنینگمون تقویت بشه که دیگه مشکلی توی اسپیکینگمون نداشته باشیم. چرا میگم؟ ما زبان مادریمون رو چجوری یاد گرفتیم بچه‌ها؟ کلاس رفتیم نوشتیم؟ نه، انقدر که ما شنیدیم. یعنی این مهارت شنیداری با مهارت گفتاری با هم دیگه دقیقاً مچن. یعنی شما هر چقدر لیسنینگتون بهتر باشه، اسپیکینگتون ناخودآگاه بهتر میشه. پس ما باید لیسنینگمون رو تقویت بکنیم. حالا این به چه روشی هستش؟ چجوری میتونیم ما اینو تقویت بکنیم؟ همین اسپیکینگ، صحبت کردن با کسی، خب قاعدتا ما هم میشنویم، خود این تاثیر مثبت داره. پادکست فوق العاده است واسه تقویت لیسنینگ. حالا پادکست ها موضوعی متنوعی هم داره، میتونه جالب هم باشه. یعنی جدا از این که ما داریم یه مهارت، یه اسکیلمون رو تقویت میکنیم، داریم به این موضوع خیلی جالب و فان هم گوش میدیم. پادکست هم از طریق اکثر سایت های خود یوتیوب میتونید پیدا کنید. حالا بستگی به سطحی که دارینم سطح بندی شده این پادکست ها. خیلی تاثیر مثبتی داره. موزیک هم خوبه بچه‌ها، ولی تأثیری که پادکست داره موزیک نداره. یعنی من خودم شخصا پادکست رو پیشنهاد میدم، نه موزیک رو.